سلام لایکو کنیم که بریم شروع. اول از همه روح روشنایی یعنی راوا رو بهتون معرفی میکنم. راوا یه بادبادک مهربون و روشن هست که در درون آواتارها وجود داره و از آواتار 1 گرفته تا آخرین آواتار یعنی آواتار کورا. الان در درون آواتار کوراه. آواتار کورا داره با یه عموی بدجنسش یعنی اونالاک می جنگه و برای اینکه اونالاک رو شکست بده به کمک راوا احتیاج داره و راوا هم بهش کمک میکنه. اما اونالاک قبل از اینکه کورا به جنگش بیاد با یه روح پلید دیگه که کسی که دقیقاً متضاد راوا روح روشنایی یعنی واتو روح تاریکی ترکیب میشه، قوی‌تر و قوی‌تر میشه، تبدیل به یه واتو اونالاک میشه که خیلی قویه، یه غول بزرگ که شهر صلح رو میخواد نابود کنه. ولی قبلش اونالاک قبل از اینکه با واتو ترکیب بشه با آب افزاری از درون آواتار کورا راوا رو آورد بیرون و با آب افزاری خشنی راوا رو نابود کرد. کورا هم بدون قدرت شد دیگه و تقریبا بیهوش شد، ولی یه آب افزار اونو نجات داد و اون از طریق درخت زمان میره به دنبال واتو اونالاک که دیگه نذاره اینو شهر صلح رو نابود کنن. ولی اون دیگه هیچ ارتباطی با آواتارهای پیشین نداشت، واسه همین خیلی سخت بود که اونا رو شکست بده. اون از طریق درخت زمان به شهر صلح میره و بعد خب حالا میریم سراغ روح تاریکی و هرج و مرج یعنی واتو، یه بادبادک ترسناک که هر جا پرواز کرده تاریکی ازش عبور کرده. واتو متضاد راواست، همون کسی که با اونالاک ترکیب شد و حالا دارن با هم شهر صلح را نابود میکنن و ادامه میدن. ولی کورا هم همونطور داره میاد، اما درخت زمان خیلی کند کار میکنه. واتو و اونالاک تقریبا داشتن کل شهر رو نابود میکردن، همینطوری نابود کردن. برای برگردوندن راوا روح روشنایی باید اول واتو رو نابود میکردن تا راوا برگرده، ولی نابود کردن واتو کار آسونی نبود چون که با اونالاک ترکیب شده بود، عموی خبیث کورا و بادبادک ترسناک. واتو خیلی ترسناکتر از قبل شد و داشت به آرزوی همیشگیش میرسید، نابود کردن شهر صلح. و بعد از اینکه شهر صلح رو نابود کنه میره کل دنیا رو به همراه اونالاک عموی خبیث کورا که با هم ترکیب شدن نابود کنه. حالا بریم سراغ آواتار کورا. آواتار کورا رو توی فصل اول براتون توضیح دادم، ولی حالا دیگه از بادافزاری شروع میشه. کورا خیلی الان ناراحته، ولی دیگه تو راه درخت زمان هیچ کاری نمیتونه انجام بده و تو راه داره آرام آرام کند آهسته راه میره به سمت شهر صلح.
اونالاک و واتو هم همونطور خرابی میزنن. همه جا رو داغون کرده بودن تقریبا. اما کورا آهسته آهسته تو راه بود، ولی داشتند به امن‌ترین و مهمترین شهر صلح میرسیدن، یعنی خونه شهردار. ولی شهردار داخل خونه نبود و داخل هلیکوپتر داشت بمب پرتاب میکرد. بوم 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 بوم. و همینطور بمب پرتاب میکرد به کمک رئیس پلیس شهر صلح لین بیفانگ که توی فصل 3 توضیح میدن که اون کیه. لین بیفانگ یه رئیس پلیسه. کورا هم آهسته آهسته با اون خرابیا میره. کورا فهمید که نباید به عموش اعتماد میکرد و حالا میریم سراغ عموی کورا، یعنی اونالاک که الان با واتو ترکیب شده به اسم اونالا واتو. بوم بوم بوم. اونالا واتو همونطور که خرابی میزد، عموی کورا اونالاک کورا رو گول زد که یه دریچه به اسم دریچه جنوب رو باز کنه که فقط آواتار بهش دست میزد باز میشد و اونو باز کرد. بعد هم گولش زد که دریچه شمال رو باز کنه. بوم بوم بوم. و بعد که اونو باز کرد فهمید که عموش پلید بود، اما دیگه دیر شده بود چون واتو از درخت زمان آزاد شد و دوباره اومد و به شکل قبلیش برگشت. بادک